سلام به دوستان گلم، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امیدوارم هر کجا این کره خاکی هستید خوب و خوش و سلامت باشین، جیباتون هم پر از پول. امروز اومدیم یه شهر فوق‌العاده واقع در جنوب دانمارک به نام کالون. ببینید چه منظره‌ای، چه ابرهای خوشگلی و چه جاده محشری. امیدوارم تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و لذت ببرید. کالون یکی از شهرهای جنوبی دانمارک هستش و نزدیک به مرز آلمان. اون طرف آبم که میبینید میشه شهر فلنسبورگ آلمان که یه ویدیو هم براتون هست. شهر فلنسبورگ تهیه کردم و حتما واسهتون آپلود میکنم. بریم یه پیاده روی تو این منظره فوق‌العاده بکنیم که اصلا محشره. اگر این مسیر پشت سر من، این مسیر اگه ادامه بدیم درست میخوریم به لب مرز دانمارک و آلمان. میشه هلوهوش بعد 5-6 کیلومتر بیشتر فاصله نباشه از اینجایی که الان من هستم تا شمالی ترین شهر آلمان که فلنسبورگ هستش. و اینجا هم اینقدر قشنگ و خونه های ویلایی قرار گرفته که ویو فوق‌العاده‌ای هم دارن. ابرهای خوشگلی. این جاده واقعا خیلی قشنگه. این جاده مرزی که میخوره به مرز خیلی منظره فوق‌العاده‌ای داره. دوستان ممنونم از اینکه تا اینجا این ویدیو همراه من بودین. لایک فراموش نشه. خیلی خوشحال میشم از اینکه نظراتتون رو واسم کامنت کنید حتما و حمایت کنید. اینجوری باعث میشه که یه انگیزه و برام به وجود بیاد که بتونم بیشتر واسهتون کلیپ بگیرم و واسهتون به اشتراک بذارم که شما لذت ببرید. منظره و طبیعت واقعا محشریه.
چجوری توصیفش کنم، ولی واقعا باید از نزدیک بودین و میدیدین که چه لذتی داره قدم زدن تو همچی جاده‌ای. اون از این شغل نیفتیم تو آب فقط. تختا یکیش بشکنه دیگه هیچی دیگه. من هر از گاهی مکس میکنم به خاطر اینکه سعی میکنم همزمان عکس و فیلمم با گوشیم بگیرم برای اینستاگرام. واقعا اینقدر جذابه و فوق‌العاده است که حیف آدم از اینجا عکس و فیلم نگیره. این جلوتر دارم میبینم که یه عالم قو هستش، برم براتون از اونجا هم فیلم بگیرم. چقدر اینجا زیاده. یکیش رفت اون جلو این همه ما رو کشون تو پیش خودش. اگه ما بهش نرسیم بره تو آب. دوستان ممنونم که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که لذت برده باشید.
خوشحال میشم از اینکه حمایت کنید و لایک کنید، نظراتتون هم واسم کامنت کنید. واسم یه دلگرمیه که بتونم بیشتر واسهتون فیلم و ویدیو تهیه کنم. اینم یه کوه خوشگل. سی ازش بگیرم. همینجا تو بابه. ببینید چه نمای خوشگلیه. ابر و آسمون اصلا با آدم حرف میزنه. این از همون جاییه که میگن با چشم نباید دید، با دل باید دیدش. واقعا فوق‌العاده. دوستان ممنونم از اینکه تا این ویدیو همراه من بودید. مراقب خودتون باشید و تا ویدیو بعدی. روز و شب خوش.